خیلی خوب. سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دانیالم و این اپیزود 0 برنامه ماست. هدف من از تولید کردن این برنامه چند تا چیزه که واسه توضیح دادن اهداف ابتدا باید یک مقدمه ریزی بگم تا بتونیم بیشتر با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. من همیشه فقدان گفتگو رو برای بشر و انسان‌ها خیلی جدی گرفتم و میدونم که این مشکل بزرگیه که آدما نمیتونن با هم دیگه دیالوگ بکنن. میدونیم که مهمترین ابزاری که بشر داره فکر کردنه و حرف زدن تجلی همون فکر کردن، یعنی فکر کردن با صدای بلنده. و خب میرسیم به بحث زبان و تنوع زبانه که خودش بحث مفصلیه. انشالله یه موقع قشنگ در موردش صحبت میکنیم. اما این گفتگو ارزشش کجا مشخص میشه؟ وقتی که انسانا میتونن مشکلاتشون رو، نیازهاشون رو بیان بکنن و اونها رو حل بکنن. و اما الان توی جامعه امروزی این گفتگوها همیشه سطحی و ریز شده و خیلی بحث عمیق و دیپ تاک به اصطلاح نداریم. این فقدان برای من خیلی به شخص بزرگ و عجیب و دست نیافتنی شده. اینکه بتونم یک بحث عمیق، حالا علمی، فلسفی یا حتی خیلی ساده در مورد نیازهای انسان با یک فردی داشته باشم که اون هم بتونه عمیقا به من گوش بده. چون گوش دادن خیلی مسئله مهمتریه، شاید خیلی مهمتر از حرف زدن باشه. گوش دادن ارزشش خیلی بیشتره. و هر موقعی که فرصتی برای حرف زدن پیش میاد، اغلب آدما به همدیگه گوش نمیکنن، فقط منتظرن تا یه جوابی بدن به طرف. و این گوش دادن خیلی سطحی شده، شاید سطحی تر از حرف زدن ما. و این فرصت کمتر پیش میاد تا دو نفر بتونن، حالا دو یا چند نفر بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن و عمیق با همدیگه گفتگو داشته باشن. من خیلی تلاش میکنم تا این شرایط به وجود بیارم، اما همچنان درش ناکامم. پیش خودم گفتم که حالا قبلش باید اینم بگم که من عادت به نوشتن دارم و نوشتن جزء برنامه، حالا روزانه تلاش میکنم باشه ولی خب نمیشه، جزء برنامه روزهای من هست. حالا چند سالی میشه که یک سررسیدی تهیه میکنم هر سال و مینویسم افکارم رو، اوقاتم رو، احوالاتم رو. و این نوشتن خیلی کمک میکنه که من بتونم افکارم رو بررسی بکنم و سیر پیشرفتش رو بسنجم. و همین چند وقت پیش که داشتم نوشته‌های گذشته رو میخوندم، خیلی برام جذاب بود که این طرز فکر چجوری تغییر کرده. اما پیش خودم گفتم شاید بد نباشه که حرف زدن خودم هم بمونه به یادگار، چون شاید بشه ارتباط بهتر و عمیق‌تری در کنار نوشتن برقرار کرد. و از طرفی هم اون فقدان گفتگو منو مجاب کرد که این ضبط کردن رو یه جوری به اشتراک بذارم تا حداقل چند نفری اگر گوش میکنن بتونن در جریان این سیر من هم قرار بگیرن. چه اشکالی داره؟ درست کردن اینجور برنامه‌ها واقعا کار مشکلیه. یعنی هم شهامت حرف زدن میطلبه، هم یه سری امکانات واسه حالا تولید کردن برنامه که خب این امکانات واقعا الان در اختیار من نیست و من اگه میخواستم بشینم به انتظارش تا این امکانات بیاد و بعد شروع بکنم به تولید، واقعا هیچ موقع این برنامه درست نمیشد. و من این کارو نکردم، یعنی به انتظارش ننشستم و با پایه‌ای ترین امکانات، با یه چیزی زیر صفر شروع کردم و امیدوارم که اگر ادامه دار شد این برنامه‌ها بتونم کیفیتش رو هی بهتر و بهتر بکنم. اما خب مسئله مهمیه، چون اگر به انتظارش میشستم تا امکانات بیاد و بعد بخوام شروع بکنم، واقعا فکر نمی‌کنم هیچ موقع میشد که این کار استارت بخوره و به این مرحله برسه. مسئله‌ای که میخوام همین اول کار بهش اشاره بکنم بحث اطلاعاته. اینکه ما چقدر در معرض اطلاعات و سیل زیادش هستیم
و این اطلاعات زیاد اغلب به جای اینکه برای ما مفید باشه خیلی مخربه. یادم میاد توی کتابای حالا ابتدایی علوم تجربی فکر کنم یه بخشایی همیشه داشت تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات. این بخشا برای من جذاب بودن. اما الان که فکر میکنم شاید باید یک بازنگری توی این کتابا انجام بشه. چون اطلاعات خیلی زیاده. ولی یعنی مثل قبل اونقدر اطلاعات کم نیست که ما بخوایم بریم جمع‌آوری بکنیم و اینا رو یک جا انباشته بکنیم. اطلاعات زیاده. چیزی که الان باید انجام بشه پالایش اون اطلاعاته و بازنگری توی دریافت اطلاعاته. ما خیلی باید وسواس به خرج بدیم توی دریافت اطلاعات. اما متاسفانه الان این کار خیلی سخته. الان انقدر اطلاعات زیاده که نمیدونی تو کدوم اون اطلاعاتی که دقیقا میخوای داشته باشی. خودت دلت میخواد با اونها ارتباط داشته باشی. دوست داری در موردشون بشنوی، در موردشون صحبت بکنی و حتی در موردشون فکر بکنی. اطلاعات زیاد از طرفی میتونه دستمون رو باز بذاره واسه اینکه بتونیم ریسرچ بکنیم و از بینشون چیزای خوب در بیاریم. ولی همیشه این زیاد بودنه به کمکمون نمیاد. و حالا توی اون کتابا خوبه که به بچه‌ها به جای جمع‌آوری اطلاعات پالایش اطلاعات یاد بدیم و انتخاب بین اطلاعات یاد بدیم. این وسواس رو حالا وسواس اون بار منفیش منظورم نیست. این مهارت رو یاد بچه‌ها بدیم که از بین دریای زیادی از اطلاعات بتونن اون چیزی که درسته رو تشخیص بدن و انتخابش بکنن. این خیلی مهارت ارزشمندیه که فکر نمی‌کنم حتی الان بزرگسالا هم اینو داشته باشن. اما خب خیلی مفیده که توی درسای بچه‌ها بیاد و از همین الان این مهارت رو به دستش بیارن، چون این مهارت‌ها اکتسابیه و انسان با پیشرفتش که موجب شد اطلاعات انقدر زیاد بشه باید اون مهارت لازم برای کنترل این وضعیت هم به دست بیاره. من فکر میکنم برای خودم این موضوع خیلی بزرگه. یعنی من همیشه در معرض اطلاعات زیادی هستم و بعدش که فکر میکنم شاید دوست نداشته باشم هیچ کدوم از اونها رو دریافت بکنم. یعنی هیچ علاقه ای ندارم. اوقاتم داره صرف اون کارا و اون چیزایی میشه که اغلب علاقه ای بهش ندارم. و واسه درست کردن این موضوع چیزای زیادی به فکرم نمیرسه تا بتونم این مشکل رو حل بکنم. شاید درست کردن این سری برنامه‌ها و ضبط کردن اینطوری افکارم بتونه کلیدی باشه برای همین پالایش. یعنی موجب بشه به یک سری مطالعاتی که یکم متمرکزتره و جدای اون بحث تحصیلی یکم مطالعه حالا حاشیه‌ای میشه. اما این حاشیه‌ها هم متمرکز میشن و این برنامه شاید به من اینطور کمک بکنه که بتونم اطلاعاتمو پالایش بکنم. بتونم یک وسواسی به خرج بدم توی اوقاتی که دارم صرف میکنم و از این طرف بتونم اینا رو به اشتراک بذارم تا بقیه هم حالا فکر که نمی‌کنم کسی بخواد اینا رو گوش کنه، ولی اگه گوش میکنه لذت ببره. این اپیزود 0 و خیلی موضوع خاصی واسه صحبت کردن و فکر کردن در موردش در نظر نگرفتم و صرفا یک جور معرفی و یک جور بیان نفس بود تا هم شرح بدم که چه کاری قرار انجام بدیم و هم اینکه کلا برنامه‌ها به چه شکل قراره باشه. و از اپیزودهای بعدی سعی میکنم یک موضوع داشته باشم واسه هر اپیزود تا بتونیم در موردش صحبت بکنیم. از این موضوعات زیاده و فکر کردن در موردش و صحبت کردن در موردش میتونه مفید باشه و امیدوارم که بتونه مؤثر واقع بشه و جدای اون بحث کمکی که به خودم بود و در موردش صحبت کردم بتونه یک جور جرقه استارت اینجور بحثا بخوره و بتونه ادامه دار باشه. خیلی ممنون که گوش کردین.
امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.